به اپیزود جدید شبکه 13 خوش اومدین. شبکه 13 ده. خب همونطور که مشخصه من هنوز اینتروی درست حسابی ندارم. خیلی واضح تر از اونی بود که بخوام این کارش کنم، ولی قول میدم که تا اپیزود بعدی یا اپیزود بعدترش واقعا یه اینتروی خوب پیدا کنم. اگرم نه که حالا من اینتروهای مختلف رو امتحان میکنم به جز اینی که اصلا تمرین شده نبود و شما بگین که کدومش بهتره. به هر صورت به اپیزود جدید شبکه 13 خوش اومدین. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم کاور کنیم یکی داستانی است پر از نتیجه‌گیری و نصایح اخلاقی. اینجوری هم نیستش که حتما تا تهش گوش کنین بعد فکر کنین که یعنی چه نتیجه‌گیری اخلاقی داشته، یعنی چه نصیحتی می‌خواسته بکنه. از همون اوایل داستان معلومه، از اواسطش دیگه نهایتا کاملا مشخصه، همینجوری روی داستانه، اینجوری وایساده واسه خودش. خب بریم شروع کنیم ببینیم که پرونده چی هستش و درباره چه آدم‌هایی هستش. انزرین که من فامیلی قبل از ازدواجش رو نمیدونم، متولد 15 نوامبر سال 1976 توی پاکستان بوده. خیلی سنش کم بوده، خیلی بچه بوده که خانوادش مهاجرت میکنن و میان انگلیس و توی شهر استوکان ترنت زندگی میکنن. انزرین همونجا زندگی میکنه و همونجا هم بزرگ میشه. استوکان ترنت یه شهری هستش توی انگلیس که نه به سمت شمال میره نه به سمت جنوب میره، اون وسط یه خورده به غرب میزنه، وسط غربی انگلستان هستش. وسط غربی یک موقعیت جغرافیایی کاملا واقعی هستش، ما خودمون تو کتابامون خوندیم. استوکان ترنت شهری است که 93 کیلومتر مربع وسعت داره، تقریبا 258 هزار نفر جمعیت داره. با توجه به جغرافیای خوبم که الان متوجه شدین، مشخصه که این دیتا از ویکی‌پدیا به دست اومده. خب معمولا خانواده هایی که مهاجرت میکنن خیلی هاشون به خاطر فرصت ها و شرایط بهتری یک کشور دیگه مهاجرت میکنن. یعنی عموما خیلی ها به خاطر مسائل فرهنگی مهاجرت نمیکنن، به خاطر موقعیت های بهتر هستش که مهاجرت میکنن. واسه همین تو بحث تربیت فرزند و بچه بزرگ کردنشون خیلی وقتا بچه هاشون رو بر اساس همون فرهنگی که خودشون دارن، همون عقاید و باورهایی که خودشون دارن بزرگ میکنن. همین الان من اگر برم یک کشور دیگه و بچه دار بشم، به احتمال قریب به یقین من بچه‌مو متفاوت تربیت میکنم تا بچه من که اونجا به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده بچه خودش رو. خب انزرین هم از این قاعده پدر و مادرش مستثنا نبودن. انزرین دختر آخر یه خانواده بودش که 3 بچه دیگه داشتن، 3 خواهر و برادر بزرگتر از خودش داشت. بعد خواهر و برادراش هم اینجوری بودن که زور میگفتن بهش دیگه، بچه آخر بود، بچه کوچیکه بود، دخترم بودش، مجبورش میکردن که کارای اونا رو انجام بده، قلدری میکردن براش. حالا شدید نبوده، در حد خواهر و برادرای معمولی بوده، ولی انزرین چون که سنش کمتر از بقیه بود نمیتونستش که از حق خودش دفاع کنه، جلوشون وایسه و پدر و مادرش هم خیلی تو این زمینه پشت و پناهش نبودن. اصلا پدر و مادرش سختگیر بودن، از این پدر و مادرایی بودن که بین دختر و پسر فرق میذارن و معتقدن که خب اوکی پسرم که باید بره که زندگیشو بکنه، باید به آرزوهاش دست پیدا کنه و دختر هم که برای این هستش که شوهرش بدیم و بره خونه شوهرش و اونجا آشپزی کنه و شوهرداری کنه. یه همچین عقایدی داشتن و انزرین هم همینطوری بزرگ شده. انزرین وقتی که بچه بود، وقتی که نوجوان بودش، اجازه نداشت که با دوستاش بره بیرون، اجازه نداشتش که شب دیر وقت برگرده خونه، اصلا اجازه نداشت بره بیرون که بخواد حالا دیر وقت برگرده خونه دیگه، همون اولش گفتیم. اجازه نداشت اصلا دوست خاصی داشته باشه، اجازه نداشت دوست پسر داشته باشه، اجازه نداشت لباسهایی که دوست داره رو بپوشه و اجازه نداشتش که بره دانشگاه، اجازه نداشت که بره سر کار. توی همه منابع نوشته بودن که خیلی دوست داشت وقتی که بزرگ میشه مهماندار هواپیما بشه. خب این اتفاق نیفتاد، خانواده‌اش این اجازه رو بهش ندادن و وقتی که 17 سالش بود یه سفر میرن پاکستان، هوم تاونشون، که تو مراسم عروسی خواهرش شرکت کنن. توی این سفری که میرن انزرین رو به یه آقای معرفی میکنن به اسم علیرضا که همسن و سال خود انزرین هم بوده، خیلی بزرگتر از انزرین نبوده. اونجا به هم معرفیشون میکنن، با هم آشنا میشن. 1-2 سال بعد انزرین دوباره برمیگرده پاکستان و علیرضا ازش خواستگاری میکنه. از این خواستگاری هایی نبوده که
سورپرایز شه، ندونه از قبل، اشک تو چشاش حلقه بزنه. نه، از قبل همه چیز برنامه ریزی شده بوده. انزرین رفته بوده پاکستان که علیرضا ازش خواستگاری کنه. برای علیرضا هم همه چیز برنامه ریزی شده بوده. خواستگاری میکنه. خب همونطوری که از قبل برنامه ریزی کرده بودن، همونطوری که از قبل مشخص کرده بودن، انزرین جواب مثبت میده. یه مدتی نامزد بودن و تو سن 21 سالگی با هم دیگه ازدواج میکنن. ازدواج که میکنن بعدش میرن انگلیس. یه مدت کوتاه انگلیس بودن و بعد از اونجا میرن آمریکا. آمریکا که بودن انزرین متوجه میشه که بارداره و اولین بچهشون دخترشون به اسم ماهک بوکاری یا ماهک بخاری توی همون آمریکا به دنیا میاد. ماهک متولد 11 می سال 1999 بوده و اسمی هم که بعدها روی خودش میذاره همون می بوده که ماه تولدش میشه. به فرانسوی اگه بود اسمش میشد همین. That's it. خب منم از اینجا به بعد می صداش میکنم به همون اسمی که بقیه میشناسنش. یه مدت خیلی کوتاهی آمریکا بودن، زیاد آمریکا نمیمونن و بعد برمیگردن پاکستان. تا 2 سالگی ماهک پاکستان بودن و بعد دوباره برمیگردن انگلیس توی همون شهر استوکانترنت. یه خطی انگلیس پاکستان با یک توقف در آمریکا فکر کنم اینا داشتن کلن. خب برمیگردن انگلیس و توی استوکانترنت دیگه جاگیر میشن، جایی نمیرن از اونجا و همونجا زندگی میکنن. علیرضا یه کاری توی سکیوریتی پیدا میکنه و انزرین هم به نظر میرسه که اوایلش توی یه داروخونه مشغول به کار میشه. زندگیشون رو شروع میکنن میگذرونن. بعد از یه مدت کوتاهی انزرین دوباره باردار میشه و این بار پسرش آرمان رو به دنیا میاره. خیلی خانواده خوبی بودن، خیلی خانواده دوست داشتنی و با شخصیتی بودن. هم می و هم آرمان بچه‌های خوبی بودن، دوست داشتنی بودن. انزرین زن خوبی بود، علیرضا واقعا شوهر خوبی بودش. یعنی از این داستان‌هایی نبودش که به نظر برسه چون ازدواج ارنج شده هستش قراره که آسیب و آزاری توش باشه. نه، خیلی واقعا خانواده‌ای بودن که خوب با هم کنار می اومدن، زندگی خوبی کنار هم دیگه داشتن. و می هم از همون بچگیش خیلی بچه محبوبی بوده، خیلی بچه اجتماعی بوده، بقیه دوستش داشتن، توی مدرسه دوستای زیادی داشته. بعدها میره دانشگاه، توی کالج تو رشته فشن شروع میکنه تحصیل کردن. توی دانشگاه هم که بوده خیلی دوستای زیادی داشته، دور و بر شلوغ بوده، همیشه مهمونی میرفته، این ور اون ور میرفته. یه مدت کوتاهی که از دانشگاه رفتنش میگذره با خودش میگه خب من که انقدر توی دنیای واقعی آدما بهم توجه میکنن، آدما جذبم میشن، اگر که یه اکانتی توی سوشال مدیا داشته باشم، خب اونجا این فرصت هم بیشتر هستش که آدمای بیشتری جذب من بشن، آدمای زیادی بیان منو فالو کنن و اینطوری هم من معروف میشم، همین که میتونم یه کسب درآمدی داشته باشم، تبلیغ بگیرم، این ور اون ور برم، اینفلوئنسر بشم. و به هدف اینفلوئنسر شدن شروع میکنه توی تیک تاک اکانت ساختن. توی تیک تاک اکانت میسازه، توی توییتر اکانت میسازه، توی یوتیوب اکانت میسازه، توی اینستاگرام اکانت میسازه، همه جایی که میتونسته اکانت میسازه و شروع میکنه ویدیوهای مختلف گذاشتن. از این چالشایی که میبینیم توی اینستاگرام و اینا، یهو اکسپلورمون پر میشه از پستایی که از رو هم دیگه همشون کپی شدن. می هم یکی از همونا بوده. شروع میکنه پستای مختلف گذاشتن، لیپ سینک میکرده، داب اسمش درست میکرده، اینجوری آرایش میکرده، بعد فیلمشو میذاشته. بیشترین پستی که دوست داشته بذاره راجع به فشن بوده. خب اصلا دوست داشته دیگه، رشته تحصیلیش هم همین بوده. بعد از اینا بوده که توی مثلا وقتی که ویدیو میذاشته پشت سرش پر از لباس بوده، پر از کفش بوده، پر از چیزایی بوده که همه دوست داشتن داشته باشن. دوست داشته اینفلوئنسر شه دیگه، خب بعد ظاهر رو هم به صورت لاکچری حفظ کنه. من همین ایده میگیرم دیگه. از هفته دیگه ما اپیزود جنایی نداریم دیگه، من میخوام بشم بلاگر لایف استایل. لایف استایل ندارم الان، حالا ان شاءالله پیدا میکنم، مثل اینترو که قرار پیدا کنم یه لایف استایلی هم بعد بگردم پیدا کنم. لباسم ندارم با کفش و اینا که زیاد ازش فیلم بزنم، ولی حالا تلاشم میکنم. بعد بعد از یه مدتی هم شروع میکنه فالوور جذب کردن. چند هزار تا فالوور میگیره، 10,000 تا فالوور میگیره، 20,000 تا فالوور میگیره. خب خوشش میاد، بیشترم فوکوسش رو میبره روی تیک تاک، چون اونجا جایی بوده که بیشترین تعداد فالوور رو داشته، اونجا جایی بوده که نرخ جذبش بالا بوده. بعد نگاه میکنه که من و بقیه اینفلوئنسرهای خیلی معروف چیکار میکنیم که باعث جذب مخاطب بشه و شروع میکنه همون کارها رو تکرار کردن. یکی از چیزایی که ترند بوده توی تیک تاک، خیلی در واقع توی این که حالا مخاطب‌ها خوششون بیاد، فالوورها خوششون بیاد، تاثیر داشته، پست گذاشتن با اعضای خانواده بوده. این احساس صمیمیتی به مخاطب میده دیگه، این احساسی که تو توی یه خانواده هستی، تو هم با ما توی این خانواده هستی و ما خانواده نزدیکی هستیم.
خب می شروع میکنه از مامانش، از برادرش، از پدرش درخواست کردن که پاشین بیاین با من ویدیو بذارین، فالوورام میره بالا، پولدار میشم، شغلم هستش. اونام قبول میکنن. چند تا ویدیو با برادرش داره، چند تا ویدیو با پدرش داره و بیشتر از همه با انزرین مادرش ویدیو میذاشته. با همدیگه از این دوئت‌های رقص میرفتن، با همدیگه میرفتن خرید ویدیو میذاشتن و خیلی هم مخاطب‌ها خوششون میومده، خیلی تعریف میکردن، خیلی کامنت‌های مثبتی میذاشتن. خب این کامنت‌های مثبت اینا رو انزرین هم میخونده دیگه و انزرین هم خوشش میومده از اینکه الان توی مرکز توجهه، الان داره بهش توجه میشه. حالا مرکز هم که نه، این کنار بوده، این مرکز اگر که می بوده، این اینجا انزرین بوده. متوجه شدین؟ می هم اینوری وایسه، انزرین یه ذره کوچیک‌تر اینجا. ولی خب توی توجه بوده، بهش توجه میشده، خوشش میاد و بعد از یه مدت اصلا خودش هم شروع میکنه سوشال اکانت ساختن که حالا فالوورهای می بدونن که این اکانت مادرش هم هست، نه به قصد اینکه اینفلوئنسر بشه، بیشتر به قصد اینکه دیده بشه، اکانتش باشه دیگه. حالا اگرم کسی فالو کرد که چه بهتر. بعد از یه مدت که میگذره فالوورهای می بیشتر میشن و برندها جذب می میشن، شروع میکنن برای می نمونه محصول فرستادن، سمپل فرستادن که استفاده کنه، به فالوورهاش بگه که چجوری بوده، تبلیغش رو بکنه. به جاهای مختلف دعوت میشده، به ایونت های مختلف دعوت میشده، یا مثلا یه کلابی میخواسته که اوپنینگ داشته باشه یا میخواسته خودش رو تبلیغ کنه، می رو دعوت میکرده که یک شب بیاد اونجا و رایگان از خدماتشون استفاده کنه. می خیلی از این ایونت هایی که دعوت میشده و مادرش با هم دعوت میشدن، چون تو بیشتر ویدیوهاش مادرش انزرین هم بوده و خب بقیه هم میشناختنش دیگه، این اینفلوئنسر با مادرش هستش. می معمولا با مامانش میرفته این ایونت های مختلف، کلاب های مختلف، جاهای مختلف و انزرین خیلی خوشحال بوده. انزرین الان 42 سالشه و توی 42 سالگی داره اون زندگی رو میکنه که وقتی که نوجوان بوده، وقتی که 20 سالش بوده، وقتی که همسن دخترش بوده نداشته. الان انزرین میتونه که بره کلاب، الان انزرین میتونه تا دیر وقت بیرون بمونه، الان انزرین میتونه لباسهایی که دوست داره رو بپوشه و الان انزرین داره با دوستهای دخترش میگرده. الان کسایی که کنار انزرین هستن، با انزرین هم صحبت هستن، کسایی هستن که هم سن و سال دخترشن، 20 سالشونه، 21 2 سالشونه و اینها اون دوستایی هستن که انزرین توی اون سن و سال نداشته. خیلی خوشحال بوده، خیلی دوست داشته این شرایط جدید زندگیش رو. خود انزرین یه نقل قولی داره که میگه من یک زن خانه‌دار تنها بودم که خیلی بیرون نمیرفتم، جایی نمیرفتم، کاری برای انجام دادن نداشتم و بعد این تیک تاک اومد توی زندگیمون و حالا یهو انگار که من داشتم 2 تا زندگی موازی رو زندگی میکردم. حالا میرفتم بیرون، حالا آدما به من توجه میکردن، حالا داشتم لباسهای قشنگ میپوشیدم و خب خیلی دوست داشته اون زندگی دومیه رو. زندگی اصلیش هنوز توی خونه بوده، هنوز کنار همسرش بوده، با بچه‌هاش بوده، ولی یه زندگی دومی هم داشته که پنهان نبوده و میتونسته اونجا اون لذتی رو که وقتی که سنش بوده و میتونسته ببره نبرده بود رو الان تجربه کنه. جمله‌م یه جوری بود که خودم فکر نکنم دوباره بتونم تکرار کنم. وقتی سنش بوده و میتونسته ببره و نبرده بود رو تونستم. الان خب خلاصه انزرین از این زندگی جدیدی که داشته راضی بوده و می هم از اون ور داشته فالوور میگرفته. حالا اولا براش سمپل میفرستادن، بعد از یه مدت کنار سمپلا شروع میکنه پول هم گرفتن برای تبلیغاتی که میکرده و این حرفه‌ای که واسه خودش توی اینفلوئنسری درست کرده بوده کم کم داشته پیشرفت میکرده، کم کم واقعا داشته شناخته میشده. الان نزدیک مثلا 100,000 تا یا شاید حتی یه ذره بیشتر یا کمتر فالوور داشته توی تیک تاک و این چشم اندازی که فالوورهات میتونه از این خیلی هم بیشتر بشه براش خیلی جذاب بوده. خیلی داشته تلاش میکرده واسه این اینفلوئنسر بودنه، شغل اینفلوئنسری. فکر کنم رشته دانشگاهیشم چند وقت پیش من خوندم که اومده و حالا داشته تلاششو میکرده دیگه، خوشش میومده. تو همون سال 2019 می و انزرین مادرش میرن لندن خونه یکی از اقوامشون، خواهرزاده یا برادرزاده انزرین بوده. من میگم خواهرزاده، شما بگین خواهرزاده مثلا. میرن خونه خواهرزاده انزرین و اون شبی که دوره هم بودن و اینا، این خواهرزاده یه اپلیکیشنی نصب میکنه. این اپلیکیشن از اینا بودش که شاید توی استریم های یوتیوبر های مختلف دیده باشین. از اینا بوده که رندوم وصلت میکنن به یه نفر که ویدیو چت کنی، بعد
چته که قطع میشه رندوم وصلت میکنن به نفر بعدی که باش ویدیو چت کنی. اپلیکیشنی بوده که توی دوره قرنطینه خیلی محبوب شد، چون یه دوره‌ای بودش که آدم‌ها خب سوشالشون پایین بودش، خیلی روابط اجتماعی نداشتن، خیلی دوستاشون رو نمیدیدن، آدم‌های مختلف نمیدیدن، تو خیابون نمیرفتن و خب این اپلیکیشن ها موبایل و اینا خیلی تاثیر داشته که از این طریق بتونن ارتباطات اجتماعیشون رو حفظ کنن. این اپلیکیشن ها رو نصب میکنن و اون شب وصل میشن با چند نفر رندوم صحبت میکنن، میگن میخندن و تموم میشه میره. البته داستان برای می تموم میشه، برای انزرین تموم میشه، برای خواهرزاده انزرین تموم میشه، ولی برای یه نفر از کسایی که اون شب باهاش صحبت کرده بودن داستان تازه شروع شده بوده. شخصی به اسم فکر میکنم ساک ایب حسین که من سکیب صداش میکنم، از تلفظ اسمش مطمئن نیستم، و کسی بوده که اون شب با اینها صحبت کرده بوده و بعد از اینکه ویدیو کالشون تموم شده بوده، تماسشون قطع شده بوده، نتونسته بوده از فکر انزرین بیاد بیرون. خب ساکیب با خودش فکر میکنه که من چیکار کنم که این ارتباط و این گفتگو ادامه پیدا کنه. یادش میاد که دختر خاله می توی اون تماسی که داشتن، توی اون ویدیو کالی که داشتن، گفته بودش که آره من دختر خالم توی تیک تاک خیلی معروفه، یا عالمه فالوور داره. میگه اوکی من فرست کلو رو پیدا کردم، بعد بگردم اکانت تیک تاک این دختره رو پیدا کنم. میگرده با اکانت تیک تاک می رو در نهایت پیدا میکنه. دیگه از اینجا به بعدش داون هیل بوده دیگه، سرپایینی بوده. میگه که خب این که می هستش، مامانش دیگه همه پستای می با مامانش انزرین بوده دیگه. میگره و به راحتی اکانت انزرین رو هم پیدا میکنه. به انزرین پیام میده که سلام منو یادته؟ انزرین میگه که نه والا شما کی هستین؟ میگه که من همونی هستم که اون شب فلونجا با هم دیگه حرف زدیم، تو اون اپ ویدیو کال کردیم. انزرین میگه که شت منو از کجا پیدا کردی؟ ولی خوشش میاد از اینکه یکی گشته پیداش کرده، دوست داشته. شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن. این انزرین نمیکنه که جوابش رو نده، حالا بلاکش کنه یا ایگنورش کنه، گوستش کنه، نه، شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن. صحبتشون اول خیلی دوستانه شروع میشه، ولی تقریبا به یه سرعت خیلی زیادی و به یه فاصله زمانی خیلی کمی، همونطوری که سکیب دوست داشته و سکیب پلن کرده بوده، از حالت صرف دوستانه خارج میشه و بار عاطفی به خودش میگیره. خب این جایی که به همدیگه پیام میدادن جایی بوده که شروع کرده بودن به شناختن همدیگه. انزری میگه که آره من 42 سالمه، ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم. سکیب هم برمیگره میگه که من 27 سالمه، ازدواج نکردم، بچه ندارم. ارتباطشون با همدیگه ادامه پیدا میکنه. الان اومدیم توی سال 2020، زمانی که میدونیم قرنطینه شروع شده، آدم‌ها تو خونه‌شون هستن، بیرون نمیرن و این دوره‌ای هستش که چون که ما توی خونه هستیم، استفاده از موبایل و در نتیجه استفاده از سوشال مدیا خیلی میره بالاتر. این استفاده از سوشال مدیا که میره بالاتر برای می به چه معنیه؟ به این معنی که من یک فرصت خیلی خوبی دارم که بتونم فالوورهامو هی بیشتر و بیشتر کنم. می حتی از دانشگاه میاد بیرون، از دانشگاه انصراف میده برای اینکه روی حرفه اینفلوئنسریش کار کنه و به یک اینفلوئنسر تمام وقت تبدیل بشه و تمام تایمی که داره، تمام انرژی که داره رو بذاره روی همین کارش توی تیک تاک، اینکه از خودش ویدیو بگیره، از لایف استایلش ویدیو بگیره و مخاطب جذب کنه دیگه. خب از اون ورم مادرش داره یواشکی با سکیب صحبت میکنه، دوران قرنطینه هم هست و این صحبت ها هم گفتیم کم کم بار عمیق‌تری به خودش میگیره، بار جنسی حتی به خودش میگیره. بعد از یه مدت که میگذره، سکیب و انزرین تصمیم میگیرن که همدیگر رو ببینن. سکیب یه شهر دیگه ای زندگی میکرده، تو شهر استوکانترنت نبوده، توی شهر بمبوری زندگی میکرده. تصمیم میگیرن همدیگر رو ببینن و توی بیرمینگام قرار ملاقات میذارن، جایی که وسط راه جفتشون بوده که حالا خیلی دور نشن از همدیگه. همدیگر رو میبینن، میرن یه هتلی، خیلی خوش میگذره، با هم حرف میزنن، چند تا از این سلفیای 2 نفره با هم دیگه میگیرن و رابطه جنسی برقرار میکنن. خب یه دیتا میخوام بدم. گفتیم که سکیب گفته بودش که من 27 سالمه دیگه. الانی هم که همدیگر رو دیدن به مناسبت تولد 28 سالگی سکیب همدیگر رو دیدن. ولی سکیب 27 سالش نبوده، سکیب 18 سالش بوده و الان 19 سالش میشده. سکیب به سختی بالای سن قانونی بوده، یعنی مویی بالای سن قانونی بوده و بعد از اینکه همدیگر رو میبینن، انزرین من نمیدونم میفهمه که این خیلی کمتر از چیزیه که سنش رو گفته، سنش بیشتر میزده، سن عقلی و سن ظاهریش بیشتر میزده، یا اینکه فهمیده و به روی خودش نیورده، ترجیح داده که اونور نگاه کنه، بگه که آره تو 28 سال تماشا، همه 28 سالای دیگه همین شکلی هن. یا اینکه اصلا شاید سکیب بهش گفته
این احتمال هم هستش که سکیب بهش گفته باشه که من 19 سالم شده، اصلا نمیخوام به تو دروغ بگم و ازرین بازم به روی خودش نیاورده باشه و گفته باشه که اوکی بالای سن قانونی هستی دیگه اوکیه. اینی هم که از بچه‌های خود من، حتی از بچه کوچیکه من کوچیکتری اشکال نداره. به هر صورت هر چیزی که بوده توی این سفری که با هم دیگه داشتن با هم رابطه جنسی برقرار میکنن، با هم خوش میگذرونن و بعد ازرین سکیب رو میرسونه خونهشون و خودش هم برمیگرده به خونهشون. منتها بعد از این سفر یه چیزی تغییر میکنه. حالا دلیلش چی بوده نمیدونم، ولی ازرین تصمیم میگیره به این رابطه خاتمه بده. برمیگرده میگه که من عذاب وجدان گرفتم، من نمیخوام به شوهرم خیانت کنم و بیا این رابطه رو تموم کنیم. حالا میخوام یه دیتای دیگه بهتون بدم. این اولین باری نبوده که ازرین داشته به شوهرش خیانت میکرده. یعنی میخوام بگم این داستان عذاب وجدانه و اینا رو من خیلی خودم خریدارش نیستم. چند ماه قبل، شاید 7-8 ماه قبل، توی یکی از همین ایونت هایی که ازرین با می دعوت شده بوده، یا آقایی رو میبینه که تقریبا 10 سال از خودش کوچیک‌تر بوده، 30 خورده ای سالش بوده. شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن و از اینا که خب تو یه جوکی میگی من میخندم، من یه شوخی بی‌مزه‌ای میکنم تو یه جوری میخندی انگار من الان با نمک‌ترین حرف دنیا رو زدم. رابطه‌شون کم کم میره جلو و شروع میکنن با هم دیگه رابطه جنسی برقرار کردن. این آقا خودش ازدواج کرده بوده و خودش بچه داشته همزمان، یعنی متأهل هم بوده، جدا نشده بوده. رابطهشون ادامه پیدا میکنه و جفتشون هم قصدشون این نبوده که این رابطه جدی باشه، اما این رابطه یک شبه نبوده. این رابطه‌ای بوده که 2-3 ماهی طول کشیده بوده و بعد تموم شده بوده. خب حالا الان ازرین داشته به سکیب میگفته که نه من عذاب وجدان گرفتم و میخوام این رابطه رو تمام کنم. البته که حرکت درستیه ها، خیلی دیره ولی باز درسته. تموم کردنش باز یه قدم بهتر از ادامه دادنشه دیگه. ازرین تصمیم میگیره رابطه رو تموم کنه و سکیب اینجا با این واقعیتی توی زندگی مواجه میشه. سکیب میگه مگه رابطه رو یه نفر میتونه تمام کنه؟ مگه هر 2 نفر نباید رابطه رو تمام کنن؟ نه من قبول ندارم. یه میمی من دیدم، یه چتی بودش، خیلی یاد این افتادم، اگر که شد میذارمش. اینجوریه که من میخوام به هم بزنم، میگه نه، میگه آقا من دارم باهات به هم میزنم، طرف میگه نه، که تو رو خدا بذار باهات به هم بزنم، میگه نه. الان سکیب هم همین جوری بوده و قبول نمیکرده که رابطه رو تمام کنه. ازرین میگه که آقا نمیشه ما با هم باشیم، من ازدواج کردم، من از تو بزرگترم اینا. سکیب میگه که نه ببین رابطه 2 نفر میخواد که تمامش کنن، یه نفر تنهایی نمیتونه رابطه رو تموم کنه، نمیشه، بعد دوتامون به اون مرحله برسیم که بخوایم تمام کنیم. حالا واقعا اینا رو نمیگه ها، ولی یه همچین منظوری فکر کنم داشته. به هر صورت ازرین میگه که آقا ول کن تمومه و سکیب شروع میکنه ازرین رو بمبارون کردن، نه با بمب، با هدیه. براش گل میفرستاده، براش کادو میفرستاده، حتی براش از رستوران به صورت آنلاین غذا میگرفته، غذا میفرستاده. شروع میکنه روزی چندین بار به ازرین زنگ زدن، تلفن ثابت خونشون رو پیدا میکنه، شروع میکنه به تلفن خونشون زنگ زدن و ازرین وحشت کرده بوده. ازرین خیلی ترسیده بوده، خیلی میترسیده از این که اگر این هدایا یکیشون نوتی داشته باشه که کسی بخونه، یادداشتی روش باشه که کسی بخونه، یا اصلا لو بره این که ازرین خودش اینو برای خودش نخریده، بعدش میخواد چیکار کنه، میخواد چی بگه، میخواد بگه چیکار کرده، زندگیش از هم میپاشه به خاطر اشتباهی که کرده بوده. خب شروع میکنه به سکیب پیام دادن، میگه تو رو خدا ول کن، تو رو خدا کادو نفرست، تو رو خدا گل نفرست، تو رو خدا عطر نفرست. و سکیب همین جوری ادامه میداده، هی میگفته تو رو خدا من زنگ نزن، جون هر کی دوست داری به من زنگ نزن، به خونمون دیگه چرا زنگ میزدی؟ و سکیب همین جوری ادامه میداده. خب از اون ور سکیب بعد از اینکه شروع کردش کادو فرستادن، شروع کرد گل فرستادن، شروع کردش به تلفن خونه زنگ زدن، شروع کرد همزمان از ازرین هم ریاکشن گرفتن دیگه، پاسخ گرفتن دیگه. گیریم که این پاسخ منفیه، گیریم که این جوابی که داره بهش میده التماسه که تو رو خدا این کار نکن، ولی حداقل این ارتباطه داره برقرار میمونه، حتی اگر ارتباط منفی باشه قطع نشده. و سکیب همین رو هم ترجیح میداده و در نتیجه ادامه میده. بعد از یه مدت سکیب برمیگرده میگه که اگه یه بار دیگه منو ببینی من قول میدم من میرم دنبال زندگی خودم دیگه، پشت سرم هم نگاه نمیکنم، قول. و ازرین قبول میکنه. نمیدونم، فکر میکنه شاید که چاره دیگه ای نداره، فکر میکنه شاید سکیب روی حرفش وایسه و یک بار دیگه همدیگه رو میبینن. این بار دومی که همدیگه رو میبینن رابطه جنسی برقرار نمیکنن، فقط همدیگه رو میبینن. و توی این دیدار دوم که سکیب قول داده بوده بره زندگی خودش و دیگه با ازرین کاری نداشته باشه، سکیب یه اپل واچ برای ازرین هدیه خریده بوده. همدیگه رو میبینن و ازرین براش توضیح میده که تو رو خدا از زندگی من برو بیرون، تو داری زندگی من رو خراب میکنی و من نگران هستم. سکیب اهمیتی نمیده. دیدار دومشون تموم میشه
برمیگردن خونه و بعد سکیب دوباره مثل قبل پیام دادن ادامه میده، به هدیه فرستادن ادامه میده و اندرین میگه که that's it، من دیگه بیشتر از این نمیکشم و تو که داری پیام میدی، تو که داری زنگ میزنی، تو که داری کادو میفرستی، من دیگه جوابتو نمیدم، شاید اینجوری بس کنی. انگار که اندرین بالاخره داشته رفتار درست رو در پیش میگرفته. نه. بعد از یه مدتی که میگذره، یه مدت کوتاهی که میگذره، یه شب که اندرین و دخترش می رفته بودن با هم دیگه یه کلابی که می رو دعوت کرده بودن، یه ایونتی اونجا بوده، اندرین یهو میبینه که در وا شد و سکیب اومد. در باز میشه و سکیب میاد توی کلاب و میاد سر میز اینا چند نفر نشسته بودن، 7-8 نفر نشسته بودن، از این میزای 2 نفر نبوده و خیلی جنتلمنانه شروع میکنه با می صحبت کردن، با می شروع میکنه ارتباط گرفتن. می هم خوشش میاد، میگه به بچه آقای با شخصیتی، با هم دیگه حرف میزنن، با هم دیگه یه ذره میرقصن و سکیب همونطور جنتلمنانه بدون اینکه به اندرین نگاه کنه میز رو حساب میکنه براشون و میره. یک قدم سکیب اومده جلوتر که به اندرین بگه من یک قدم میتونم بهت نزدیکتر بشم و داره اندرین رو میترسونه. اندرین الان دوباره وحشت کرده، فهمیده که این آدم میتونه تا کجا پیش بره. اینی هم که سکیب از کجا میدونسته که اینا اونجان اون شب؟ خب برای این بوده که می توی این اکانت تیک تاکش پست میذاشته دیگه، وقتی تبلیغ میگرفته پستش هم میذاشته، مثلا میمده میگفته که سلام فالوورزای عزیزم، من قراره که شنبه شب ساعت فلان فلان توی کلاب فلان توی فلان خیابون باشم، پلاک فلان، حتما بیاین، خیلی خوشحال میشم ببینمتون، بوس 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 بوس. خب عملا دنبال کردن می کار سختی نبوده، خیلی کار راحتی بوده. تو اکانت واز میکردی میفهمیدی می الان کجاست، خیلی لازم نبودش که دیتکتیو باشی، شرلوک هولمز باشی تا الان بفهمی که می کجاست. و سکیب هم که اصلا مستعد این قضیه بوده، از قبل شروع میکنه می رو دنبال کردن و به این طریق موفق میشه که توجه اندرین رو دوباره به خودش جلب کنه. اندرین شروع میکنه دوباره به سکیب پیام دادن، تو رو خدا دست از سر من بردار، دست از سر دخترم بردار، با دخترم دیگه چی کار داری؟ و سکیب حالا به چیزی که میخواسته رسیده بوده. سکیب دوباره تونسته بوده اون خط ارتباطی بین خودش و اندرین رو برقرار کنه و سکیب یه چیز جدید یاد میگیره. سکیب یاد میگیره که تهدید کردن جواب میده، تهدید کردن نتیجه میده و شروع میکنه یک قدم هم باز میره جلوتر، برمیگرده به اندرین میگه که ببین، یا جواب من رو میدی یا اصلا با من ویدیو کال میکنی یا من عکسایی که داریم رو برای شوهرت میفرستم. گفتیم که با هم دیگه وقتی که رفته بودن بیرمینگام یه سری عکس گرفته بودن دیگه، یه سری سلفی های 2 نفره گرفته بودن، دستشون دور گردن همدیگه بود، دستشون تو دست همدیگه بود، اصلا دوتایی توی عکس بودن. همین دوتایی توی عکس باشن واسه شوهرش بفرسته، شوهرش برگره بگه که این کیه با تو توی عکسه، اندرین باید جوابی بده دیگه، بعد بگه که این کیه. و سکیب شروع میکنه اندرین رو تهدید کردن که آره شوهرت میدونه که این عکس‌ها رو با من گرفتی. عکس‌ها رو شروع میکنه برای اندرین فرستادن. عکس‌هایی بودن که بیرون گرفته شده بودن، تو هتل گرفته بودن، تو خیابون گرفته بودن، ولی معلوم بودش که یک رابطه‌ای بین 2 نفری که توی این عکس‌ها هستن هستش. اندرین وحشت زده بوده و وحشت زده تر میشه. اندرین به اندازه‌ای وحشت زده میشه که شاید خودش قبل از اون نمیدونسته که میتونه تا این حد هم بترسه. نمیدونم تا حالا استاکتون کردن یا نه، نمیدونم تا حالا این تجربه رو داشتین یا نه، ولی من وقتی که 16-17 سالم بود، دوم سوم دبیرستان بودم، یک تجربه مشابه چند روزه داشتم. بر اثر یک اشتباه استراتژیک که شماره خودم رو دادم به شخص اشتباهی، چند روزی من درگیر بودم و خیلی از این میترسیدم که خانواده‌ام بفهمن، مامانم بفهمه. هیچ چیزی نبود، یعنی نه عکسی بود، نه بیرون رفتنی بود، نه ارتباطی بود، ولی یه آدمی بود که من رو پیدا کرده بود و با عکسی هم که من خودم توی سوشال مدیایی داشتم اومده بود یه اکانتی برای من ساخته بود که اکانت من نبود. من اون چند روز جزو سیاه ترین روزهای زندگیم بود، به خصوص توی اون سن و سال، و همش فکر میکردم که الان چی میشه، الان میخواد چی کار کنه، الان مثلا میبینمش اینجا دم خونمونه، دم خونمون نیست، میخواد به مامانم حرف بزنه، چیزی میخواد به مامانم بگه، نمیخواد حرف بزنه. و به جایی رسیدم که این اتفاق فقط یک بار تو زندگی من افتاد. یهو به خودم میومدم و میدیدم که من یادم نمیاد که این 10 دقیقه 15 دقیقه گذشته رو من کجا بودم، چی کار میکردم، الان چه جوری تو آشپزخونم. اندرین قبول میکنه که با سکیب ویدیو کال داشته باشه، به خاطر اینکه سکیب عکسایی که با هم دیگه دارن رو نفرسته برای شوهر اندرین. و بعد از اینکه ویدیو کال دارن، سکیب برمیگره بهش میگه که خب حالا لباساتو در بیار.
ازرین میگه که نه نمیخوام و از این حرفا. سکیب میگه که عکس‌ها هستش که میتونم واسه شوهرت بفرستم و ازرین رو مجبور میکنه که جلوی دوربین وقتی که دارن ویدیو کال میکنن لباسهاش رو در بیاره. بعد میاد از اون ویدیو کالی که با ازرین داشته و ازرین برهنه بوده اسکرین شات میگیره و بعد از این اسکرین شات ها رو واسه خود ازرین میفرسته و حالا تهدیدش میکرده که من نه تنها میتونم عکسای تو رو واسه شوهرت بفرستم بلکه میتونم عکس‌های برهنه تو رو واسه شوهرت بفرستم. ازرین همش اینجوری بوده که چی میخوای چی کار کنم از زندگی من میری. سکیب اینجوری بوده که من تو رو میخوام، من میخوام با تو رابطه داشته باشم. بعد ازرین هم اینجوری بوده که خب من اینو نمیتونم، تو رو خدا برو، تو یه زندگی پیش رو داری، تو جوونی، ولم کن برو. و سکیب میگفته که نه نمیشه. یه ترس دیگه هم که ازرین داشته این بوده که اگر این ماجرا لو بره و اگر رسانه‌ای بشه، حالا رسانه‌ای نه در حد روزنامه ها و اینا، ولی در این حد که به هر حال چند نفری بشنون، توی سوشال مدیا پخش بشه، روی کار می دخترش خیلی تاثیر میذاره. برای اینکه می اومده بوده و برند خودش رو برده بوده روی اینکه من با مادرم خیلی صمیمیم، من با مادرم دوستای نزدیک همدیگه هستیم و می اصلا خبر نداشته از رابطه ازرین با سکیب. می از رابطه ازرین مادرش با اون آقایی که قبلا بوده هم خبر نداشته و ازرین میترسیده که اگر که این لو بره که ازرین همچین کاری کرده و با همچین آدمی بوده، این روی حرفه می هم تاثیر بذاره، این خانواده از هم بپاشه. با این حال یه مدتی که میگذره دوباره شروع میکنه جواب سکیب رو ندادن. دوباره که شروع میکنه جواب سکیب رو ندادن، سکیب دوباره تهدیدهاش رو یه قدم میبره جلوتر. خب دفعه قبل از طریق نزدیک شدن به می، از طریق صحبت کردن با می موفق شده بوده واکنش ازرین رو بر بیانگیزه. موفق شده بوده یه کاری کنه که ازرین دوباره جوابش رو بده. سکیب میاد دوباره از همون حربه استفاده میکنه. این بار به جای اینکه پشت یه عالمه راه بیاد تا شهر دیگه و حضوری می رو ببینه، به می پیام میده، میگه سلام چطوری، من یه بیزینس آنلاین دارم راه میندازم، دوست دارم که شما بیزینس من رو پروموت کنین. خب می هم میبینه که تبلیغ خوشش میاد و شروع میکنه جواب دادن و با هم دیگه حرف میزنن. بعد از یه مدت میبینه که نتیجه نمیده، میبینه که خب از این پیامی که به می داده ازرین مادرش نفهمیده که این به می پیام داده و شروع میکنه با اکانت های فیک مختلف زیر پست های می کامنت میذاره میگه که خبر داری که مادرت داره بهتون خیانت میکنه؟ خبر داری که مادرت چه جور آدمیه؟ میدونی مامانت چی کارا کرده؟ خب می قاعدتا به عنوان کسی که توی سوشال مدیا اکانت داره و فالوورهای زیادی داره به فوش و فضاحت و اینا هم عادت داره دیگه. ولی ازرین که داره کامنت ها رو میبینه، میفهمه که پشت این اکانت های فیک کی نشسته، میفهمه که کی داره این کامنت ها رو میذاره و ازرین اون ترسی که داشته و هیچ وقت نرفته بوده و تتمه شجاعتش که جمع کرده بوده که جواب سکیب رو نده، دوباره از هم میپاشه. دوباره اون وحشت برمیگرده، دوباره اون پنیک زدن شروع میشه. در نهایت تهدیدهای سکیب که عکس‌هاتو برای شوهرت میفرستم، عکسایی که اسکرین گرفتم رو برای شوهرت میفرستم، کامنت هایی که زیر پست می گذاشته بوده، باعث میشه که ازرین قبول کنه که یک بار دیگه برای بار سوم سکیب رو ببینه. با هم دیگه دوباره میرن بیرون. این بار ازرین راضی نبوده، این بار ازرین خوشحال نبوده، این بار از گرفتن عکسایی که دستشون تو دست هم دیگه از خبری نبوده. با هم دیگه میرن لندن و این بار هم باز با هم دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن. رابطه که البته شاید بشه گفتش که حتی تعرض جنسی بوده، چون که ازرین راضی نبوده به این رابطه و سکیب گفته بوده که بعد با من رابطه داشته باشی وگرنه به شوهرت میگم. و بعد که هر کی برمیگرده شهر خودش، سکیب دوباره به پیام ها ادامه میداده، دوباره به مزاحمت ها ادامه میداده و دوباره دست از سر ازرین بر نمیداشته. این داستان تا سال 2021 ادامه پیدا میکنه. نزدیک به 3 سال سکیب ازرین رو اذیت میکرده، استاک میکرده و براش ایجاد مزاحمت میکرده. و ازرین هم ناراحت بوده، هی میگفته که تو رو خدا از زندگی من برو بیرون، تو رو خدا دیگه به من زنگ نزن، دیگه به من پیام نده، برو زندگی خودت رو داشته باش. و سکیب اهمیتی نمیداده. توی اپیزودهای مختلف، توی بازه‌های زمانی مختلف، ازرین دوباره مدتی جواب سکیب رو نمیداده تا اینکه سکیب یه کار تازه‌ای انجام بده. یه بار شماره شوهرش رو پیدا میکنه و به شوهرش پیام میده، میگه که دوست داری عکس‌های برهنه زنت رو ببینی؟ ولی نمیفرسته عکس‌ها رو. و علیرضا هم با خودش فکر میکنه که خب
دختر من تعداد زیادی فالوور داره توی تیک تاک و خیلی از این فالوورهاش ممکنه که از نظر روانی آدم سالمی نباشن و حالا یکی از این آدمای روانی گشته شماره من رو پیدا کرده و داره من رو تهدید میکنه و اهمیتی نمیده، جواب نمیده. داستان برای علیرضا تموم میشه ولی خب انزرین از اون ور در جریان بوده. توی همین بازه‌های زمانی مختلف کار این مدلی میکرده که دوباره توجه انزرین رو به خودش جلب کنه و دوباره از انزرین جواب بگیره. سکیب اونجایی میاد تقریبا میشه گفت به سیما آخر میزنه که عکس هایی که انزرین داشته رو برای می میفرسته. یعنی دوباره مثل اینکه یه مدتی بوده که انزرین جوابش رو نمیداده توی سال 2021 و سکیب شروع میکنه عکس های انزرین رو برای می فرستادن. میدونین نظر شخصی من اینه که شاید سکیب خودش هم از علیرضا میترسیده که عکس ها رو تا الان برای علیرضا نفرستاده بوده، یا از این میترسیده که اگر این عکس ها رو برای علیرضا بفرسته دیگه واقعا این رابطه برای همیشه تموم شده است و عملا انزرین چیزی برای از دست دادن نداره، یا اینکه میترسیده واقعا بفرسته، خودش هم از واکنش علیرضا میترسیده. به هر صورت یکی از این دوتا بوده، چون 3 سال هستش که داره انزرین رو آزار میده. خب علیرضا نفر آخری بوده که میتونسته عکس‌ها رو براش بفرسته، اون تهدیدی که 2-3 سال هستش داره میکنه رو عملی کنه، ولی میتونسته برای می بفرسته، میتونسته نشون بده به انزرین که من میتونم هی قدم به قدم برم جلوتر. می هم آدمی بوده که حالا توی تیک تاک اکانت داشته، با مادرش هم خیلی صمیمی بوده، خیلی سیفتر بوده نسبت به آرمان که حالا بخواد برای برادرش بفرسته. از طرفی به اکانت می هم خیلی راحت تر دسترسی داشته. سکیب میاد و عکس های انزرین رو برای می میفرسته. می عکس ها رو میبینه، اولش فکر میکنه که فتوشاپ هستش، ولی میره به مادرش میگه مامان یه نفر این عکس ها رو برای من فرستاده و این سر توئه، این عکس های توئه. انزرین انگار یه لحظه‌ای به خودش میگه که بگم فتوشاپه و دشمنا درست کردن و اینا، ولی دیگه نمیکشیده. 3 سال بوده 2 سال بوده که داشته تحمل میکرده این شرایط رو و انگار دیگه به اون بریک پوینتش میرسه، به اون نقطه‌ای میرسه که میشکنه، میزنه زیر گریه و همه چیز رو برای می دخترش تعریف میکنه. ببینین معمولا وقتی که یه همچین اتفاقی میفته، به خصوص برای کسایی که حالا سن پایینتری دارن، دوست دارن که به یه بزرگتری بگن، به یه کسی پناه ببرن که بیشتر از اونا میدونه، میتونه کمکشون بکنه. و الان اینجا انگار که جای مادر و بچه با هم دیگه عوض شده بودش. الان انزرین اومده و به می پناه برده بود و برای می دخترش همه چیز رو تعریف کرده بودش که آره اینجوری شده و این آدم دست از سر من بر نمیداره. می بعد از اینکه میشنوه خب از دست انزرین عصبانی میشه، ولی بیشتر از دست سکیب عصبانی میشه، از اینکه چطور تونسته این آدم با مادرش همچین کاری بکنه و چطور تونسته با زندگیشون همچین کاری بکنه. می میگه که خب من دست رو دست نمیذارم بشینم. شروع میکنه به سکیب پیام دادن، بهش پیام میده که تو چجوری دلت اومد با مادر من همچین کاری بکنی، چجوری دلت اومد با خانواده من همچین کاری بکنی، من چی کار کنم تو دست از سر ما بر میداری. حالا سکیب موفق شده بود نه تنها توجه یک نفر بلکه توجه 2 نفر از اعضای این خانواده رو به خودش جلب کنه. حالا 2 نفر بودن که میدونستن و سکیب عمرن به این راحتی‌ها دست بردار و ولکن نبود. سکیب شروع میکنه قارچی اکانت ساختن، شروع میکنه پشت هم اکانت ساختن، بعد با این اکانت هایی که میساخته زیر پستای می بهش فوش میداده، بهش توهین میکرده و می هر چی بلاک میکرده 3 تا اکانت دیگه 5 تا اکانت دیگه بوده که حالا با اونا فوش میداده. می هم هی بهش پیام میداده، میگفته برو گم شو، دست از سر زندگی ما وردار، دست از سر مامان من وردار و بهش توهین میکرده. سکیب هم خب خوشحال بوده دیگه، داشته توجه همه رو میگرفته. بعد می هی بهش میگفته که من چی کار کنم دست از سر زندگی ما برمیداره، من چی کار کنم ول میکنی میری. تا اینکه یه بار سکیب برمیگره میگه که من 3000 پوند اگر بگیرم ول میکنم و میرم. میگه که من تا الان تقریبا 3000 پوند فقط خرج انزرین کردم، خرج اون هدایایی که براش فرستادم، اون چیزایی که براش فرستادم، و این 3000 پوند منو بدین پولمو بگیرم میرم. از این میرما سکیب زیاد گفته بود دیگه. انزرین و می قبول میکنن، ولی خب سکیب همچنان به این پیام دادن ادامه میده. مثلا به انزرین پیام داده بوده که آره من عاشقتم، من دوستت دارم، من اصلا نمیدونم تو چجوری دلت اومد با من همچین کاری بکنی، ولی 3000 پوندم بگیرم میرم دیگه، میرم و بر نمیگردم. یا ممکنه به شوهرت پیام بدم. بعد پشمندش هم دوباره عکسای انزرین رو برای انزرین میفرستاده. مثلا انگار که الان اگه نفرسته انزرین نمیفهمه که به شوهرش ممکنه چه پیامی بده، توضیح هم میداده، زیرنویس هم داشته که آره این پیام میخوام بدم، این عکس رو میخوام براش بفرستم. یا یه جای دیگه برمیگره به انزرین میگه که هی به من فشار نیار، منو مجبور نکن یه کار احمقانه ای بکنم، من میتونم زندگی تو رو از بین ببرم، من میتونم ازدواج تو رو از بین ببرم.
تو اصلا نمیدونی الان تو زندگی من چه خبره، من حالم خرابه، من زندگیم قاطی پاتیه، به هم ریخته است. الان دیگه سکیب نوجوان هم نیست، الان 21-22 سالشه. این پیامایی که داده بود بیشتر توی سنین نوجوانی به نظرم میک سنس میکنه. ولی خب حالا به هر صورت هر چی که بوده پیامای این مدلی شروع میکنه به ازرین دادن. قبلا هم پیامای این مدلی میداده، شروع که نمیکنه، ادامه میده به دادن این پیام ها. بعد یه چیز جالبی که بگم این هستش که سکیب انگاری که از این کار خوشش اومده باشه، انگار از استاک کردن، از اذیت کردن خوشش اومده باشه. ازرین تنها زنی نبوده که سکیب استاکش کرده بوده. یه شب اوایل سال 2022 داشته برمیگشته خونه، یه زنی از کلاب اومده بوده بیرون، نمیدونم خود سکیب هم توی کلاب بوده یا اونجا دیدتش یا چی. یه زنی از کلاب اومده بیرون و سکیب خوشش میاد و شروع میکنه دنبال این زنه راه افتادن. دنبالش راه میرفته توی خیابون و میگفته که شماره‌تو بده، شماره‌تو بده، شماره‌تو بده، من خیلی ازت خوشم اومد، تو خیلی خوشگلی، شماره‌تو بده، سر خودت شماره‌تو بده، شماره چنده، من ازت خوشم میاد. اون خانومم هی میگفته که ولم کن پسر جون، ولم کن، برو، من اصلا دوست پسر دارم، من با یه نفر دیگه تو رابطه هستم. و سکیب ول نمی‌کرده بره. آخر سر خانومه واسه اینکه سکیب ولش کنه، دست از سرش برداره، انقدر تو خیابون دنبالش راه نیفته، شماره تلفنش رو به سکیب میده. اشتباهی که میکنه این بوده که شماره واقعی خودش رو به سکیب میده. بعد سکیب ول میکنه و میره. بعد از اون به بعد شروع میکنه به این خانم پیام دادن، به این خانم زنگ زدن. هی میگفته که بیا همدیگر ببینیم، بیا همدیگر ببینیم. روزی 15 بار تا 20 بار اینطورا به این خانم زنگ میزده. هی میگفته که بیا هم ببینیم، من ازت خوشم میاد، من دوستت دارم، من عاشقت شدم. بعد این زنه هم خب جوابشو نمیداده یا دیر به دیر جواب میداده، میگفته آقا ولم کن، من که گفتم من دوست پسر دارم، من که گفتم من نمیخوام با تو وارد رابطه بشم. بعد سکیب هم شروع میکنه به تهدید کردنش. آره من میزنم ماشینتو داغون میکنم، فقط به پای شب که بیرونی چشت به چش من نخوره، اگه ببینمت بلایی سرت میارم که ندونی از کجا خوردی و اینا. شروع میکنه این پیاما رو فرستادن، شروع میکنه زنگ زدن، تهدید کردن. و اون خانومه نسبت به ازرین خیلی کار درستری میکنه، میره اداره پلیس و از سکیب شکایت میکنه، به صورت رسمی شکایت میکنه که این آقا داره مزاحم من میشه. و اداره پلیس هیچ کاری نمیکنه. سکیب نه جریمه میشه نه اخطار میگیره، فقط این گزارش مزاحمت فایل میشه. ولی به هر صورت بعد از اون مثل اینکه سکیب دیگه به مزاحمتاش ادامه نمیده، از این شکایت ترسیده بوده یا هرچی، و برمیگره پیش همون ازرین که 3 سال بوده که اجازه داده بوده. شاید حرف قشنگی نباشه، شاید درست نباشه. ازرین که 3 سال بوده تونسته بوده سکیب که مزاحمش بشه و استاکش کنه. یعنی میخوام بگم که اینطوری نبوده که فقط ازرین توی زندگی سکیب باشه و فقط ازرین کسی باشه که سکیب اذیتش میکرده. میدونین من حس میکنم از مدل رابطه‌ای که با ازرین داشته یاد گرفته بوده و درس‌های غلطی هم گرفته بوده. یاد گرفته بوده برای اینکه جوابت رو بدن باید تهدید کنی، باید هی زنگ بزنی، باید پشت هم سماجت به خرج بدی، باید مزاحمت ایجاد کنی. و از این طریقه که میتونی جواب بقیه رو داشته باشی، از این طریقه که میتونی ارتباطت رو با بقیه حفظ کنی. و چیزی تحت عنوان رابطه سالم رو یاد نگرفته بوده که چطوری میتونه داشته باشه. خلاصه برگردیم به ادامه ماجرا. از سمت می و ازرین گفتیم که قبول میکنن که 3000 پوند رو بدن، اما پلنی برای این نداشتن که 3000 پوند واقعا به سکیب بدن. و می برعکس ازرین اصلا یک لحظه هم باور نکرده بوده که اگر پول بدن به سکیب، سکیب واقعا میره و بعد دیگه تا آخر عمرشون راحت هستن و خبری از سکیب نمیشه. می شروع میکنه از بقیه کمک خواستن. از یکی از دوستاش کمک میخواد به اسم رکن کاراوان، یک پسر 28 ساله‌ای که مکانیک بوده. می جریان رو براش تعریف میکنه و میگه که آره این پسر مزاحم مامان من میشه، من میخوام که یه حالی ازش بگیرم، میخوام یه شب بکشونمش یه جا و بزنمش، اذیتش کنم، یه حالی میخوام ازش بگیرم. رکن هم میگه که اوکی من پایم تا تهش باهاتم، فقط من میخوام به دوست خودم هم بگم. برمیگره به یکی از دوستاش به اسم رئیس جمال، میگه که ما میخوایم همچین برنامه‌ای را بندازیم. پایه رئیس هم میگه آره آره پایم، منم میام. برنامه‌ای که به نظر میاد داشتن این بوده که سکیب رو به هوا این که میخوان پول رو بدن بهش بکشونن یه جا، منتها به جای اینکه پول رو بدن بهش بزننش، گوشیشو ازش بدزدن و بعد ولش کنن که بره. من نمیدونم که واقعا چه فکری کرده بودن. خب الان اگر که به عنوان مثال یه نفر گوشی می رو بدزده، یه دزدی گوشی می رو بدزده، اکانت تیک تاک می مگه از بین میره؟ مگه مال اون آدمی میشه که دزدیده؟ مثلا از فردا یه آدمی با این کلاهای بالاکلاوا اینجوری میاد با ماسک اسکی جلوی دوربین میگه که آره خب من این گوشی رو زدم و الان دیگه این اکانت مسئولیتش پای منه، مجبورم که داشته باشمش دیگه، حالا میخوایم لیپسینگ امروز رو بریم، رقص امروز رو بریم.
آقا خب این عکس‌های گوشی میتونن جایی غیر از توی گوشی سیو بشن، میتونن توی گوگل فوتوز باشن، طرف میتونه تو هارد برای خودش ریخته باشه. خیلی از برنامه‌های دیگه که عکس‌ها رو روی کلود میتونن نگه دارن که هر وقت بخواد بتونه با اکانتش دسترسی داشته باشه. نمیشه که تو سال 2022 تو گوشی یک نفر رو بزنی و بعد بگی اوکی تموم شد و الان دیگه این عکس‌ها رو دسترسی نداره. من اصلا بعید میدونم که سکیب از اون سال 2019 که با اندرین وارد رابطه شده بود، باهاش آشنا شده بود، همون گوشی رو داشته باشه. خب این عکس‌ها رو ولی داشته دیگه. به هر صورت مثل این که یه همچین پلنی میریزن. خلاصه می به رکن میگه، رکن به رئیس میگه، رئیس هم از این آدمایی بوده که دهنش قرص بوده، چفت و بس داشته، خوراک این بوده که یه چیزی بهش بگی به کسی نگو، بین خودمون بمونه و اونم بگه حل چشات تو که میدونی من دهنم اینجوری کیپه. برمیگرده به دوست دخترش ناتاشا میگه و به 2 تا از دوستای دیگه‌اش میگه به اسم سنف و محمد. بعد به هر کسی که میگفته به نفر بعدی حتی دیتای کمتری میداده. یعنی اون شبی که اینها قرار داشتن که سکیب بیاد، اصلا مثل اینکه محمد در جریان نبوده. زنگ میزنن بهش میگن میای یه جایی ما هستیم دوره همیمونم، میگه آره میام، بعد پا میشه میره. حتی نگفته بوده جریان چیه، به یه سریشون حتی نمیگه که داستان چیه، چه خبره، الان قراره که چه کاری انجام بدیم. میرن و 10 فوریه سال 2022 ساعت 1:30 صبح با سکیب توی پارکینگ یه فروشگاهی توی شهر لستر قرار میذارن. یه شهری بوده که هم سکیب اونجا زندگی نمیکرده و هم خود می و اندرین اونجا زندگی نمیکردن. قرارشون رو میذارن و خودشون هم زودتر میرن. 2 تا ماشین میبرن، یا آدی سیاه که پلاکش به اسم می بوده، روی صندلی راننده رکن نشسته بوده، کنارش اندرین نشسته بوده و صندلی عقب هم می و محمد نشسته بودن. یه ساعت آبی کاربانی هم داشتن که به اسم ناتاشا بوده و پشت فرمون رئیس نشسته بوده، کنارش ناتاشا نشسته بوده، عقب ماشین هم سنف و جمال نشسته بودن. میرن و منتظر میمونن تا اینکه سکیب بیاد. خب از اون ور سکیب مثل اینکه از رانندگی خوشش نمیومده، بلد بوده، ماشین داشته، ولی خوشش نمیومده که رانندگی کنه. برمیگره به یکی از دوستاش به اسم هاشم اجازه دین، میگه که تو بیا و من رو برسون به لستر. مثل اینکه هاشم هم خیلی از رانندگی خوشش نمیومده، ولی از این آدمایی بوده که واسه دوستاش حاضرن خیلی کارا بکنن و قبول میکنه. میگه باشه عزیزم، من خودم میارمت تا لستر، میرسونمت که تنها هم نباشی تو راه. الان 8 نفر توی 2 تا ماشین منتظر هستن که سکیب بیاد. بعد قراره که بزننش دیگه. از این کلاهای بالا کلاوا هر 8 تاشون سرشون کردن. آچار پیشگوشتی هم دارن که اگر که خواستن حالا یه ذره محکم‌تر بزنن، بدتر بزنن، وسیله داشته باشن، 8 تایی دست تنها نباشن. بالاخره 8 نفر به یه نفر، اینا که نمیدونن 2 نفر قراره بیان، 8 نفر به یه نفر ممکنه که خطرناک باشه و بهتره که وسیله هم به خودشون داشته باشن. بعد نشستن با کلاه بالا کلاوا توی پارکینگ منتظر. مثل اینکه 2 تاشون از ماشین آدی پیاده میشن که می و اندرین توی ماشین تنها باشن که سکیب به چیزی شک نکنه. ساعت 1:17 بودش که ماشین هاشم که یه اشکودای نقره‌ای بوده وارد پارکینگ میشه. همون موقع که وارد پارکینگ میشن، سکیب نگاه میکنه، میبینه که 2 تا ماشین توی پارکینگ هستن که یه دونه از این ماشینا مال می هستش، ولی تو اون یکی ماشین هم 4 نفر نشستن، چراغای ماشین روشنه. بعد اینا کلاه از این ماسکای اسکی سرشونه. همون رو که میان توی پارکینگ وای میستن، سکیب برمیگرده به هاشم، میگه که برو فقط برو فرار کن. این داستان قرار نیست اینجوری باشه که من پول بگیرم خدافزی کنم و بریم خونمون. هاشم هم خب برعکس این فیلمای هالیووده بر نمیگره بگه که نه تا به من نگی داستان چیه، من از جام تکون نمیخورم، الان بهترین موقع است واسه اینکه بشینی از ابتدا تا انتهای قضیه رو با جزئیات کامل برای من شرح بدی. من دیگه یه قدم بر نمیدارم تا کسی به من اینجا نگه که داستان چیه. نه، هاشم عقل رس هستش و در لحظه دور میزنه و فرار میکنه و میره. 2 تا ماشین دیگه میبینن که چی شد، ما که خیلی طبیعی بودیم، فقط 2 تا ماشین بیشتر توی پارکینگ ساعت 1:30 صبح نبودیم، چیکار کنیم، این چه در رفت. میگن که اوکی بیفتیم دنبالش. شروع میکنن دنبال ماشین هاشم رفتن. میرن دنبالشو. یکی از ماشینا میره پشت ماشین هاشم، یکی از ماشینا میره جلوی ماشین هاشم و سعی میکنن نیش ترمز این رو از جاده خارجش کنن، ولی موفق نمیشن. هاشم فرار میکنه و سرعتش رو زیاد میکنه. بعد می عصبانی میشه، موبایلش رو بر میداره، زنگ میزنه به سکیب گوشی رو بر میداره، آخرای شارژ موبایلش بوده، گوشی رو بر میداره و می بهش میگه که بزن کنار ببین چی کارت میکنم. خب سکیبم برمیگره میگه که دروغ میگی، میخوای بزنی.
نمیزنه کنار، قبول نمیکنه قاعدتاً و به فرار کردن ادامه میدن. سرعتشون بیشتر میشه به 160 کیلومتر بر ساعت و بیشتر میرسه. الان هاشم و سکیب خیلی ترسیده بودن و 2 ماشین هم با سرعت خیلی خیلی زیادی دنبالشون بودن و داشتن سعی میکردن که بزنن بهشون و اینا رو از جاده خارج کنن، یه کاری کنن که چپ کنن. سکیب الان موبایل خودش خاموش شده بوده و موبایل هاشم رو میگیره، با ترس زنگ میزنه به 999. اپراتور گوشی رو ور میداره، میگه که what's your emergency و سکیب برمیگره با داد و فریاد میگه که کمکم کنید 2 ماشین الان دنبال منن. این چیزی که دارم تعریف میکنم، این دیالوگ ها رد و بدل شده و این حرف ها گفته شده. برمیگره میگه که 2 ماشین دارن دنبالم میکنن، کمکم کنین. و اپراتور برمیگره میگه که وقتی میگی 2 ماشین دارن تعقیبم میکنن، از کجا میدونی که 2 ماشین دارن تعقیبت میکنن؟ بعد سکیب برمیگره میگه که پشت سرم من، دارن سعی میکنن بزنن بهم. اپراتور میگه که میتونی خودتو به ایستگاه پلیس برسونی؟ سکیب میگه که نه، من نمیتونم خودم برسونم به ایستگاه پلیس، من همین الان نیازه به کمک دارم. اپراتور برمیگرده میگه که وقتی میگی خودت رو نمیتونی به ایستگاه پلیس برسونی، چرا نمیتونی خودت رو به ایستگاه پلیس برسونی؟ من نمیدونم که سکیب در اون لحظه چجوری تونسته که خودش رو حفظ کنه و فوش نده، جلوی خودش رو بگیره و توهین نکنه. سکیب البته خب میشه دیگه، چون واقعا در اون لحظه تنها کسی هم هست که فکر میکنی ممکنه که نجاتت بده. سکیب برمیگره تون صحبت کردن که الان اینا دنبال منه، اینا دارن از پشت میزنن به من، دارن نزدیک میشن، سرعتشون خیلی زیاده، تو رو خدا کمکم کنی، من فکر کنم دارم میمیرم. بعد یه جا اپراتور برمیگره بهش میگه که یکم آرومتر صحبت کن، داری خیلی اطلاعات میدی. You're giving me too much information. واقعا اینو برمیگره میگه که آرومتر صحبت کن. طرف با سرعت 160 کیلومتر داره فرار میکنه. بعد برمیگره به سکیب میگه که الان کجایی؟ خب سکیب یه شهر دیگه بوده، شهر لستر بوده، خیابونای اونجا رو بلد نبوده، نمیتونسته آدرس بده که کجاست. برمیگره میگه که من یه شهر دیگه هستم، لستر هستم، بلد نیستم اینجا رو، نمیتونم آدرس بدم و الان با موبایل دوستم زنگ زدم، موبایل خودم خاموش شده، نمیتونم از روی گوگل مپ هم سرچ کنم. بعد اپراتور برمیگره بهش میگه که موبایل تو که خاموش نشده، تو داری با من حرف میزنی. الان دیگه اپراتور واقعا خیلی با نبوغش فهمید که داستان چیه و سر کارش گذاشتن. سکیب میگه که آقا با موبایل دوستم زنگ زدم. در نهایت از کنار یه دانشگاهی رد میشن، از کنار یه جایی رد میشن و سکیب میگه که ما همین الان از کنار فلونجا رد شدیم، الان فلونجا هستیم. و اپراتور هم برمیگره میگه که اوکی ما داریم نیرو میفرستیم. سکیب یه جا از این مکالمه هم خیلی ترسیده بوده، برمیگره میگه که دارن از پشت میزنن بهم، دارن منو از جاده خارج میکنن، من فکر کنم دارم میمیرم. بعد اپراتور برمیگره بهش میگه که آروم باش، اونا تو رو از جاده خارج نمیکنن. من نمیدونم، مثلا انگاری که یه چیزی میدونسته که ماها نمیدونستیم. تهش اپراتور برمیگره میگه که من کمک رو فرستادم و تو راهه. و همون موقع ها بوده که یه صدای بلندی از داخل تلفن شنیده میشه از سمت سکیب و بعد صدای فریاد سکیب میاد و بعد یک صدای مهیب دیگه شنیده میشه و تماس قطع میشه. تو این فاصله‌ای که سکیب پای تلفن بوده با اپراتور پلیس، ماشین سئات آبی به ماشین اشکودای نقره‌ای که میشه ماشین هاشم و سکیب رسیده بوده. بین ماشین سئات و ماشین عادی تماس تلفنی برقرار بوده، داشتن با هم دیگه صحبت میکردن که اینوری برو بگیرش، اونجوری بگیرش و اینا. سئات برمیگرده به عادی میگه که من میتونم بهش بزنم، الان جایی هستش که من یه ذره دیگه بهش میرسم و میتونم بهش بزنم و عادی هم میگه که بزن از جاده خارجش کن. سئات میرسه به ماشین اشکودا، میرسه به ماشین هاشم، از پشت میزنه بهش، ماشین تو هوا پرواز میکنه، محکم میخوره به یه درختی، ماشین از وسط نصف میشه انقدری که این برخورد محکم بوده، موتور ماشین در میاد و تیکه تیکه میشه و ماشین آتیش میگیره، خیلی شدید ماشین آتیش میگیره و سئات و آودی هم به مسیرشون ادامه میدن. یه ذره که میرن جلوتر وای میستن، از ماشین پیاده میشن، به ماشینای خودشون نگاه میکنن که آسیبی ندیده باشه، بلایی سرش نیومده باشه. بعد دوباره سوار ماشین ها میشن، دور میزنن، برمیگردن، از کنار ماشینی که داشته آتیش میگرفته رد میشن و میرن خونه هاشون.
خب اونجایی که میرسن خونه هاشون اول از ماشین پیاده میشن، یه ذره راه میرن، با همدیگه داستانهاشون رو یکی میکنن که اگر فردا اومدن سراغمون ما میگیم که توی بازی مونوپولی بودیم. یادتونه که گفتم محمد حتی خیلی در جریان هم نبوده که داستان چیه، فقط لحظه آخری بهش گفته بودن بیا. توی اینجایی که دیگه میرسن و پیاده میشن، محمد که اصلا فکر نمیکرده داستان این باشه ول میکنه میره. 7 نفر دیگه با هم دیگه بودن، داستانهاشون رو یکی میکنن و میرن خونشون. از اون طرف یه رهگذری که داشته رد میشده، ماشینی که داشته آتیش میگرفته رو میبینه، زنگ میزنه به آتش نشانی میاد، پلیس میاد، ماشین رو خاموش میکنن و بعد از اینکه شعله‌های آتش رو خاموش میکنن 2 تا بدن سوخته داخل ماشین پیدا میکنن. خب برای اینکه تشخیص بدن که هویت این اجساد مال کی هستش خیلی لازم نبوده که زحمت زیادی بکشن. پلاک ماشین به اسم هاشم بوده و اینکه دوربین‌های مدار بسته این ماشین رو گرفته بوده که چه مسیری رفته، گرفته بوده که 2 تا ماشین دارن تعقیبش میکنن و همچنین تماس سکیب با پلیس هم ضبط شده بوده. خب میفهمن که 2 نفری که توی ماشین هستن سکیب و هاشم هستن و میفهمن که چه جوری هم از جاده خارج شدن. میبینن 2 تا ماشینی رو که یک مسیر طولانی دنبال اینا بودن، با یه سرعت خیلی زیادی تقریبا 15 دقیقه دنبال اینها بودن و زدن بهش. میگردن پلاک اون ماشین ها رو پیدا میکنن، توی دوربین معلوم بوده، میبینن که یک ماشین به اسم ناتاشا هستش و یک ماشین هم به اسم می هستش. ساعت 1:32 صبح ماشین سکیب تصادف کرده بودش و آتیش گرفته بودش و سرنشینانش جونشون رو از دست داده بودن. ساعت 8 صبح همون روز ناتاشا دستگیر میشه. یعنی تقریبا 6 ساعت و کمتر از 6 ساعت گذشته بوده که ناتاشا دستگیر میشه. بعد از اینکه ناتاشا دستگیر میشه، ناتاشا خب زنگ میزنه به دوست پسرش رئیس، داستان رو تعریف میکنه. رئیس هم که گفتیم خیلی آدم پایه‌ای بوده، خیلی رفیق با مرامی بوده، زنگ میزنه که داستان رو برای می و انزرین تعریف کنه که بهشون بگه که آقا مواظب باشین پلیس داره میاد و اینا، ولی جواب تماساشو نمیدن. می و انزرین خواب بودن. اینجوری بیدار میشن که پلیس میاد در خونشون در میزنه و آرمان در آواز میکنه و علیرضا هم پایین بوده، تو خونه بوده و این اصلا نمیدونستن داستان چیه، نمیدونستن چه خبره. پلیس برمیگره میگه که ما با می کار داریم. خب بالا می و انزرین بیدار شده بودن، می داشته پیاما رو میخونده، داشته تماسای رئیس رو میدیده، زنگ میزده به رکن میگه که من چیکار کنم، چی شده. رکن هم برمیگره میگه که ببین بگو خودت پشت فرمون بودی، چون که تو دختری و این خیلی قابل باور نیستش که یه دختر همچین کاری کرده، اینجوری تعقیبشون کرده، دنبالشون رفته. میم میگه که اوکی حل منطقیه، من میگم که خودم بودم. اصلا فکر نمیکنه که الان رکن داره سعی میکنه که یه جوری مثلا قصر در بره، از زیر داستان در بره. میگه اوکی منطقیه، من میگم که خودم پشت فرمون بودن. می و انزری میرن طبقه پایین، پلیس رو میبینن، خیلی طبیعی چی شده شما اینجا چیکار میکنی، اتفاقی نیفتاده؟ نه ما دیشب یه ایونتی بودیم با دوستامون داشتیم بازی میکردیم، نه چیزی ندیدیم و اینا. پلیس می رو میبره برای اینکه اینترویو داشته باشن، بازجویی داشته باشن، صحبت داشته باشن. بعد فیلمای این بازجویی رو من اگر بتونم میذارم حتما، خیلی خوبه. می اینجوریه که آره خب شما میدونین که من خیلی معروفم، من خودم اینفلوئنسرم، گفتم که یه عالمه فالوور دارم. آره من چون که اینفلوئنسرم یه ایونتی رفته بودم، چون که خیلی فالوور دارم، من که خیلی معروف هستم. آره دیشب رو داشتیم برمیگشتیم، یه کلا یه حال اینجوریه که راستی میدونستین من معروفم، مثلا انگار که اگر که یه تعدادی به بالا فالوور داشته باشی، جرائمی که انجام دادی رو دیگه نادیده میگیرن. بگذریم که حالا ما راجع به اسنوپ داگ الان صحبت نمی‌کنیم، اون شاید یه داستان دیگه باشه، ولی خب یه حال دیگه، تو هم اسنوپ داگ نیستی دیگه. و خیلی این مدل داشته سعی می‌کرده صحبت کنه. بعدم برمیگره میگه که آره من داشتم دیشب با مامانم برمیگشتم و یه جا رو گم شدیم، اشتباه پیچیدیم، سر از شهر لستر در آوردیم. توی جاده که داشتیم میرفتیم یه ماشین آبی، یه ماشین نقره‌ای انگار با همدیگه داشتن کل میذاشتن، دنبال همدیگه بودن، نمیدونم، ولی اینا سمت راست جاده بودن، من سمت چپ جاده بودم. بعد این دوتا داشتن همدیگر دنبال میکردن، پشت همدیگه میرفتن. یه تیکم ماشین نقره‌ای از پشت زد به این ماشین آبی، ماشین آبی از جاده خارج شد. نه که از جاده خارج شده باشه، از جاده رفت بیرون، من دیگه ندیدمش. و یه تیکم اومدم اون وری که ما بودیم، ولی من چون خیلی راننده خوبی هستم تونستم که هندل کنم خودمون رو از توی اون مهلکه بکشم بیرون که ما با اینا قاطی نشیم. بعدش هم که اون ماشین نقره‌ای خودش هم پیچید رفت یه ور دیگه و من دیگه اصلا ندیدم که چه اتفاقی افتاد. نه من نه صدای شنیدم نه چیزی دیدم، هیچی. فقط خیلی شوکه شده بودم، خیلی وحشت کرده بودم. به مامانم نگاه کردم، گفتم که چیکار کنیم و مامانم بهم گفتش که عزیزم به رانندگیت ادامه بده، رو به رو نگاه کن. منم به رانندگیم ادامه دادم تا اینکه رسیدیم خونه. خب این اعتراف اولیه می بوده.
بعد پلیس دوربینا رو داشته، باور نمی‌کرده دیگه. میذارن حرفشو بزنه تهش که تمام شد بهش میگن که خب حالا داستان چی بوده، تعریف کن که داستان چی بوده. میگه که نه همین بوده که گفتم و اینا. پلیس یه مقداری تحت فشارش میذاره، مثلا میگه که آقا ما دوربینا رو داریم، دیدیم چی شده. و می برمیگرده میگه که من اون آدمی رو که توی اون ماشین نقره‌ای بوده میشناسم، این آدم اسمش سکیب بوده و خیلی مادر من رو اذیت کرده بوده، من میدونم که این کی بوده، ولی ما ارتباطی با این داستان نداشتیم. خب الان یه دیتای خیلی مهمی به پلیس داده بود، ارتباط خودشون رو با این آدم آشکار کرده بود دیگه، انگیزه ها رو داده بودش که چرا اصلا اگر که اتفاقی افتاده اینا همچین کاری با سکیب کردن. حالا دیگه پلیس میتونسته که از طریق موبایل سکیب پیگیری کنه، تماساش رو ردیابی کنه، ببینه که داستان چی بوده، چه ارتباطی بین اینها بوده. میاد موبایل انزرین و موبایل می رو هم میگیرن، لپتاپاشون رو میگیرن، شروع میکنن گشتن. اینام سعی میکردن که نذارن، اولش مثلا پسورد اشتباه میدن، بعد میگن که آها مثلا پسوردم 1 2 3 4 نبود، پسوردم BAZ W فلان هستش، همچین چیزایی. و بعد که این پیام ها رو ردیابی میکنن، تماس ها رو ردیابی میکنن، اون 6 نفر دیگه ای که گفتیم که توی این تعقیب و گریز همراه با می و انزرین بودن رو هم دستگیر میکنن. البته ناتاشا که از قبل دستگیر شده بود، 5 نفر دیگر رو هم دستگیر میکنن. و این خط داستانی که تا الان تعریف کردیم لو میره. الان کل این داستان ها انگار اتفاق افتاده بود که علیرضا نفهمه. و خب الان که من میدونم و شما میدونین، قاعدتا علیرضا هم میدونه دیگه. من نمیدونم واقعا این بنده خدا چه حسی داشته، نمیدونم واقعا چه حسی داشته. می و انزرین دستگیر میشن، همه دستگیر میشن و منتظر میمونن تا اینکه دادگاهشون شروع بشه. دادگاه چرکی هم داشتن، از اینا که هی مینداختن گردن هم دیگه، هیچکی تقصیرها رو گردن نمیگرفته، هی میگفتن این بوده نه این بوده، این بهمون گفت، این ما رو مجبور کرد. اینا از این مدل دادگاه ها بوده. خیلی توی این دادگاه دروغ میگن. چیزی که من تا الان تعریف کردم سعی کردم اون قسمت های راست ماجرا باشه. من نمیدونم توی دیدارهای انزرین و سکیب دقیق چی گذشته، چون فقط گفته های انزرین رو داریم. ممکنه که دقیق به اون صورتی که من گفتم نباشه، اما یک سری دروغ هایی هم گفتن که لو رفته، مثل این که گفتن که سکیب اومده بوده و عکس‌های سر می رو گذاشته بوده روی بدنهای برهنه زنها، بعد یه اکانتی توی تیک تاک ساخته بوده برای اینکه چهره می رو خراب کنه، این عکس‌ها رو از طرف می داشته پست می‌کرده. خب این معلوم میشه که دروغ هستش. ولی اون چیزی که تا الان تعریف کردیم، پیام‌هایی که داده شده، اینا راست هستش. و اینکه ردگیری کرده بودن توی یک فاصله زمانی 3-4 ماه، سکیب 1702 بار به انزرین زنگ زده بود و انزرین 214 تا از این تماس ها رو جواب داده بود. یعنی اون پیام ها واقعی بوده، اون تماس ها واقعی بوده، ولی دروغ هم توی دادگاه هم انزرین و هم می خیلی زیاد میگن، برای اینکه حالا بخوان خودشون رو بیگناه جلوه بدن. بعد یه کار خیلی کثیفی که میکنن توی این پرونده، راجع به تنها کسی که میشه گفت اصلا حرفی نزدیم هاشم بوده. هاشم کسی بوده که حتی درست و حسابی نمیشناسیمش، فقط میدونیم خیلی آدم خوبی بوده، خیلی آدم دوست داشتنی بوده. و توی بدن هاشم توی کالبد شکافی یه مقداری گیاه پیدا میکنن، گل پیدا میکنن. بعد برمیگردن انگار که میخوان همه چیز رو بندازن تقصیر هاشم، که این بد رانندگی کرده بوده، این تو شرایطی نبوده که رانندگی کنه. یعنی تیم دفاعی انزرین و می میان داستان رو به این سمت حتی ببرن، در صورتی که این آدم فقط میخواسته به دوستش کمک کنه. اوکی تو شرایطی نبوده که بخواد رانندگی کنه، ولی تو همون شرایط تونسته با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت از دست شما فرار کنه. اگه تو شرایط نرمال بود احتمالاً شاید خیلی بهتر هم میتونسته رانندگی کنه. شماها الان از چی ناراحتین؟ از این ناراحتین که چرا همون اول نتونستین بزنین بهش؟ سعی میکنن همه رو بکوبن، سکیب رو که میکوبن و هاشم رو هم سعی میکنن بکوبن. پدر سکیب میگه که ما تا مدت‌ها تهدید میشدیم، تهدید به این میشدیم که ما رو میکشن، بلا سرمون میارن، مردم برامون نامه میفرستادن، بهمون فحش میدادن. آقا من نمیگم سکیب آدم خوبی بود، ولی شما کشتین این بچه رو و اصلا براتون مهم هم نبود و اتفاقی هم نبود. من اصلا مطمئن نیستم که اون برنامه گوشی رو دزدیدن واقعی بوده یا اینکه از اول می‌خواستین بلای دیگه‌ای سر سکیب بیارین. اوکی، آچار پیش گوشتی همراه داشتین، می‌خواستین بزنین، برنامه‌تون این نبوده که دنبالش بیفتین و از جاده خارجش کنین، ولی آچار پیش گوشتی همراهتون داشتین. مگه با پیچ گوشتی یا آچار کسی رو میشه عادی زد؟ شما از این اسکی مسکا داشتین، میخواستین چهرهتون شناسایی نشه، خیلی دیگه به پلاک ماشین توجه نکرده بودین. و مگه میخواستین فقط گوشیش رو بزنین که میخواستین چهرهتون هم معلوم نباشه؟
توی دادگاه قاضی هم برمیگرده میگه که سکیب کاملا بیگناه نبود، اما انزرین و می هم خیلی دارن دروغ میگن، خیلی آدم‌های سبک مغزی هستن و نمیشه به حرفاشون اعتماد کرد. در نهایت دادگاهشون تشکیل میشه توی سال 2023، نمیدونم گفتم یا نه، و هیئت جوری می، انزرین، رکن و رئیس رو به جرم قتل گناهکار میدونه. رکن و رئیس برای اینکه پشت فرمون نشسته بودن، که البته جالبه بدونین که همین 2 نفرم بودن توی اون جمع که گواهینامه نداشتن، گواهینامه‌شون توقیف شده بود. این دوتا رو برای اینکه پشت فرمون نشسته بودن و می و انزرین رو برای اینکه این گروه رو رهبری کرده بودن. یه چیز دیگه هم بگم که رئیس اصلا یه مدت کوتاهی قبلش به جرم تجاوز به یک دختر زیر سن قانونی دستگیر شده بوده. خود اون دختره میگفته که رئیس منو برد خونهشون و اونجا شروع کرد با من رابطه برقرار کردن. من هر چقدر گفتم نه، هر چقدر گریه کردم، هر چقدر سعی کردم که مقاومت کنم، فایده نداشته و اصلا روان این دخترم خیلی به هم ریخته بوده. کلا آدم درستی به نظر نمیرسیده رئیس. حالا به هر صورت گفتم که اینم بگم، دینی گردن من نمونه که یه چیزی رو نگفتم. می به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 31 سال و 8 ماه محکوم میشه. انزرین به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 26 سال و 9 ماه محکوم میشه. رکن به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 26 سال و 10 ماه محکوم میشه و رئیس به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 31 سال محکوم میشه. من تا قبل از این پرونده‌ای نشنیده بودم که امکان آزادی مشروطشون خورده داشته باشه. 26 سال و 8 ماه، انقدر سال و 10 ماه. نمیدونم که شنیده بودین شما یا نه. برای بقیه، برای ناتاشا 11 سال و 8 ماه حبس میبرن، برای امیر جمال 14 سال و 8 ماه حبس میبرن و برای سنف هم 14 سال و 8 ماه حبس میبرن. محمد که گفتیم در جریان ماجرا نبوده و همون موقع هم که اینا رسیدن رفته و با اینا نمونده که بخواد داستانشون رو یکی کنه، از همون اول با پلیس همکاری میکنه. خیلی جاها محمد هستش که به پلیس کمک میکنه که داستان اون شب رو جفت و جور کنن، ببینن که از چه قراری بوده، اون خلاها رو پر کنن و در نتیجه اصلا محکوم نمیشه، مسئولیت قضایی میگیره و چهرهش هم مشخص نیستش، داره به خوبی و خوشی زندگیش رو میکنه. می و انزرین الان توی زندان هستن. اون 5 نفر دیگه هم الان توی زندان هستن، دارن به کارهای بدشون فکر میکنن. علیرضا میدونم توی این مدتی که انزرین زندان بوده یک بار هم نرفته ملاقاتش، توی دادگاه ها شرکت کرده ولی حاضر نشده که به ملاقات انزرین بره، حاضر نشده که با انزرین صحبت کنه. شکسته دیگه، بنده خدا واقعا انتظارش رو نداشت و خیلی دوست داشتنیه. اگر که فیلمای می رو نمیدونم میتونم بذارم یا نه بذارم که حالا با علیرضا پدرش گرفته، اصلا پدر دوست داشتنی تیپیکال به نظر میرسه. حالا از روی ویدیو 10 ثانیه‌ای نمیشه قضاوت کرد، ولی خب خود خانواده‌اش هم واقعا این آدم رو دوست داشتن و واقعا علیرضا و آرمان خیلی توی این داستان مظلوم واقع شدن و از اونها بدتر هاشم بود. هاشم فقط جرمش این بود که کمک کرده بود به یک دوستی و نمیدونست جریان چیه، نمیدونستش که اوضاع از چه قراره، نمیدونستش که واسه چی الان دارن میرن اینجا، سکیب کیو میخواد ببینه، این آدما کی هستن، سکیب چی کار کرده، هیچی نمیدونستش و فقط خواسته بودش که کمک کنه. من به احترام هاشم میخوام این پرونده رو با نقل قول برادر هاشم درباره هاشم تموم کنم که میگه که هاشم یک آدم خیلی دوست داشتنی بود که هم از درون و هم از بیرون زیبا بود. خیلی به دیگران اهمیت میداد، همیشه دوست داشت که حال بقیه خوب باشه و همیشه خواسته های دیگران رو نسبت به خواسته های خودش توی ارجحیت قرار میداد. واقعاً بیخبرترین قربانی این پرونده هاشم بود. خیلی ناراحت کننده بود و حتی ما هم هیچی نداریم که راجع به هاشم بگیم. دیتای زیادی از هاشم نداریم که کی بود، جز این که زندگیش وقتی خیلی جوان بود تو سن 21 سالگی به خاطر اینکه تصمیم گرفته بود به یک دوستی کمک کنه که تنهایی رانندگی نکنه به پایان رسید. خب این اپیزود شبکه 13 هم تمام شد. امیدوارم که دوست داشته باشین و تو اپیزودهای بعدی هم باشین با ما. یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. اپیزود بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار. تمام شد.